أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش گراماتیک زبان عرب، الحمدلله که ما و شما از کتاب الآجرومیه 3 درس گرفتیم و این درس 4 می باشد. درس گذشته، درس 3 ما و شما معنای اعراب و قسمهای اعراب را گرفتیم و امروز اکنون درس 4 شروع میکنیم از اولین قسم اعراب که این رفع می باشد و علامتهایش کدام ها می باشد که رفع برای خودش 4 علامت دارد. صاحب کتاب الآجرومیه می گوید باب معرفت علامات الاعراب، یعنی که باب درباره شناختن علامت های تغییر یافتن آخر کلمه ها. اکنون ما و شما درس گذشته گرفتیم که اعراب به 4 قسم تقسیم می شود. اولین قسمش رفع بود، پس اسم و فعل رفع می شد. صاحب کتاب آجرومیه می گوید للرفع 4 علامات، یعنی که رفع 4 علامت و نشانه دارد. یکمش الضمه، یکمش ضمه می باشد. مثالش یضربو می زند وی مرد. یضربو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعش الضمه الظاهره. و همچنین در اسم می توانیم بگوییم که جاء احمدو، احمد آمد. احمدو فاعل مرفوع و علامت رفعش الضمه. و دوم علامت رفع این واو می باشد. واو همچنین علامت رفع است، در اسم می باشد به مثل جاء المسلمون، آمدند مسلمان ها. المسلمون فاعل هست مرفوع و علامت رفعش واو می باشد، زیرا که جمع مذکر سالم است. این انشاءالله در آینده با تفصیل سخنها رو میگیریم. حالا فقط آن چیزهایی که میگویم اینها را در ذهنتان جا کنید و حفظ کنید و براتون در آینده آسان می شود. و الالف، و سوم علامت رفع الف هست. الف علامت رفع می شود در مثنا، در اسمی که دوگانه هست، اسمی که دو تا هست، به مثل جاء المسلمانی، آمد 2 تا مسلمان. پس مسلمانی مرفوع است، علامت رفعش الف است. برای چی؟ سببش چی است؟ زیرا اینکه اون مثنا است. مثنا مرفوع حالت رفع ده علامتش الف می باشد. و 4 علامت رفع این نون هست. نون علامت رفع می باشد در فعل مضارعی که این رو امثله 5 می گویند. یضربون، یضربون یعنی می زنن وی مردها. یضربون پس میگیم فعل مضارع مرفوع و علامت رفعش ثبوت نون، و نون فقط در فعل می شود و علامت رفعش چی می شود؟ علامت رفعش ثبوت نون. مثلا یضربون، یا مثلا که یأکلون می خورند وی مردها. پس یأکلون فعل مضارع مرفوع و علامت رفعش ثبوت نون. این چیزهایی که میگم اینها را در ذهنتون جا کنید. پس این بود 4 علامت. انا اکنون یکتا به یکتا اینها را با تفصیل بیان میکند که ضمه در چند حالت علامت رفع میشود، در کدام
اسم ها و فعل ها که در کدام صورت ها، واو، الیف، نون، یک تا انشاءالله بیان میکند. بگد فاما الضمه فتكون علامه للرفع في 4 مواضع. یعنی که ضمه علامت رفع می باشد در 4 جا. این را خوب در ذهنتون بگیرید. یکم فی الاسم المفرد، اسم مفرد ده علامت رفع ضمه می باشد. مثالش جاء احمدو، احمدو فاعل مرفوع علامت رفعش الضمه. و دویم و جمع تکسیر، و دویم جایی ده که علامت رفع ضمه می باشد جمع تکسیر است. جمع تکسیر به مثل هذا، هذه کتب، الکتب، یا میشه بگیم که هذه کتب، هذه کتب. پس کتب مرفوع علامت رفعش الضمه لانه جمع تکسیر، جمع تکسیر است. و در سوم جایی که علامت رفع ضمه می باشد و جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم است. مثالش جاءت المسلمات، المسلمات مرفوع است و علامت رفعش ضمه است. برای چی؟ به خاطر آنه که جمع مؤنث سالم هست. و چهارم جایی که علامت رفع ضمه می باشد والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فعل مضارعی که در آخرش چیزی پیوست نشده باشد، همچنین در اولش هم نواصب و جوازم یعنی که لم و لن نیامده باشد. به مثل یضربو، یضربو، یضربو فعل مضارع میگه مرفوع علامت رفعش الضمه الظاهره لانه لم يتصل بآخره شيء و لتجرده عن النواصب والجوازم. همین طور قاعده هاست که اینها را در حالت اعراب کردن، تحلیل کردن کلمه عربی اینها گفته می شوند. خب اکنون معلوم شد که ضمه علامت رفع بوده است در 4 جا. یکم در اسم مفرد، دوم در جمع تکسیر، سوم در جمع مؤنث سالم و چهارم در فعل مضارع. اینها اسم مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم، فعل مضارع، اینها را ان شاء الله با تفصیل در درس‌های صرف و درس‌های نحو آینده ها با تفصیل میگیریم که جمع تکسیرش چی است و جمع مؤنث سالمش چی است. اینها را به تفصیل میگیریم ان شاء الله. حالا فقط شما این نام ها را در ذهنتون جا کنید و مثال ها را در ذهنتون بگیرید. همین برای شما یک شانس بزرگ است یا فایده بزرگ است. پس ما ضمه را دانستیم و حالتاش هم دانستیم. اکنون میگذاریم به دویم علامت رفع. دویم علامت رفع واو هست. صاحب کتاب الاجرومیه میگوید و اما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين. اما واو میگه علامت رفع در 2 جا می باشد و بس. علامت رفع واو در 2 جا هست. یکم فی جمع المذکر السالمی، در جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم مثلا می توانیم مثالش را بگوییم که جاء المسلمون، آمدن مسلمان ها. مسلمون جمع مذکر سالم است، مرفوع است و علامت رفعش واو هست. برای چی؟ به خاطر آنه که این جمع مذکر سالم هست. جمع مذکر سالم علامت رفعش واو می باشد. و فی الاسماء الخمسه، در دویم جایی که واو علامت رفع است اسماء خمسه است. در زبان عربی 5 نام هست که اونها حالت اعرابیشون با حرف می باشد، حالت رفعش با واو می باشد. اون یکمش ابوک و دویمش اخوک و سومش حموک و چهارمش فوک و پنجمش ذو مالین. این 5 کلمه است. ترجمهش ابوک یعنی پدری تو، اخوک برادری تو، حموک خسوری تو و فوک دهان تو. فم میگویم که فم دهان، فوک دهان تو، ذو مال صاحب مال. پس این 5 کلمه علامت رفعشون واو بوده است. مثالش برای هر یکین میتوانیم بگیم که جاء ابوک، پدر تو آمد. جاء فعل است، ابوک ابو فاعل مرفوع علامت رفعش واو. سببش را بپرسم میگیم که لانه
فاعل مرفوع علامت رفع واو لانه من الاسماء الخمسه، زیرا که این اسماء خمسه است. اسماء خمسه علامت رفعش واو می شود. بعد میگیم ابو مضاف است و که مضاف الیه هست که این اعراب است یا تحلیل هست. اینها رو انشالله با تفصیل خواهیم گرفت. و اخوک میتونیم بگیم جا اخوک. اخوک فاعل مرفوع علامت رفعش الواو لانه من الاسماء الخمسه. و حموک همچنین جا حموک. حموك فاعل مرفوع علامات رفعش الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وفوك دهان تو. دهان تو میشه بگیم که انفتح فوک. انفتح فوک یعنی کشاده شد دهان تو. انفتح فعل است، فوک فاعل مرفوع علامات رفعش واو لأنه من الأسماء الخمسة. و ذو مالین یعنی که صاحب مال. پس ما میتونیم بگیم جاء ذو مالین، آمد صاحب مال. پس ذو مالین فاعل مرفوع علامت رفعش واو لانه من الاسماء الخمسه. پس معلوم شد که واو علامت رفع میشه در دو جا، یکمش در جای مذکر سالم، دویمش در اسماء خمسه. میگذاریم به قسم سوم علامت رفع. سوم علامت رفع این الف می باشد. و اما الالف، صاحب کتاب الآجرومیه میگوید و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة. اما میگه الف علامت رفع می باشد در مثنای اسمها مخصوصا. بمثل جاء المسلمانی. پس مسلمانی فاعل هست مرفوع است و علامت رفعش الف است، زیرا اینکه مثنا است. مثنا علامت رفعش الف می باشد. جاء المسلمانی. پس معلوم شد که الف در یک حالت علامت رفع می شده است، اون هم در حالت مثنا بودن اسم. و آخرین علامت رفع این نون هست. میگوید و اما النون، اما حرف نون که علامت رفع است فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. میگه علامت رفع میشود در فعل مضارع و بس، فقط در فعل مضارع است. به شرطش چی است؟ اذا اتصل به ضمیر تثنیه، وقتی ضمیر تثنیه به اون پیوست شود. مثلا که یضربانی میزنید شما دو، یضربانی میزنن ویها دو مرد، یا میشود بگوید تضربانی میزنید شما دو زن. این ضمیر تثنیه است. یا او ضمیر جمع، یا ضمیر جمع باشد. در ضمیر جمع مثالش میتونیم بگیم که یضربون میزنن ویها مردها، تضربون میزنید شما مردها. پس ضمیر جمع همین را در نظر دارد. او ضمیر المؤنثه المخاطبه، یا میگه ضمیر مؤنثه مخاطبه باشد. به مثل تضربین میزنی تو زن، تضربین یعنی انتی تضربین، تو زن میزنی. پس این را امثله خمسه میگویند. امثله خمسه، زیرا اینکه 5 حالت فعل وقتی ضمیر تثنیه در فعل پیوست شود، یا ضمیر جمع یا ضمیر مؤنث مخاطبه، همه اینو 5 تا می شود. این 5 صورت در فعل مضارع حالت رفعش ضمه می باشه، حالت رفعش ثبوت نون می باشد. با مثلا مثال میتونیم بگیم که هم یضربون. هم مبتدا هست، یضربون فعل مضارع مرفوع و علامت رفعش ثبوت نون لتجرده عن النواصب والجوازم میگیم، زیرا که در اولش لم و لن نآمده است. برای این خاطر ثبوت نون میباشد علامت رفعش. پس این هست علامت رفع با مثالهایش، با تفصیل و با شرح. فضل الله وقتی براتون بیان کردیم این درس را زیادتر گوش کنید و در ذهنهایتون جا کنید که در آینده براتون اگر میخواهید زبان عربی را خوب صحبت کنید، در آینده براتون بسیار مهم هست. و این بود درس امروزه ما و شما که
علامت های رفع که 4 تا می باشد، دمه و واو و الف و نون. با تفصیل این را بیان کردیم. تا درس آینده که فضل و کرم الله تبارک و تعالی بالامون نازل شد، درس آینده درباره علامت های نصب صحبت میکنیم. درس 5 ان شاء الله. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.